بگیری دکتر درست آمد تا نهایتاً یه سال دیگه تا یه کف دست اشکال نداره. خیلی آبش خوشمزه است. طبیعت‌گردی در کنار این آبشار زیبا و غیر از خودمون هم هیچ کی نیست. آقای مهندس طاهری هستن، ارشد مکانیک امیرشبیه که می‌نویسن دکتره. آقای فلاح هوافضا نیروی جهان برکفه. آقای دکتر نصیری بچه‌های ارتش. آقا معلم گل خطیر همه میبینن همون دلو رفت. میدونی چه چیزایی طراحی کرده؟ بگم طراحیات دستشو. اما بگی قطع نیست. اینم این آقای تایی درست کردیم آتیشی ارفعی. اومدیم آبشار گلوکان، آبشار دوم گلوکان. یه آبشار پایینیه که فیلماشو گرفتیم مردم بیشتر جمعن. یه آبشار دومیه که از رو کوه بیایم، از بالای آبشار بیایم. یه مسیر استنسان سختی داره ولی به این جای بکر رو زیبا میارزه. میخوایم اینجا برگر درست کنیم، برگر زغالی، آبتنی میخوایم بکنیم و کلی حالش رو بریم. از دو تا مسیر میتونید بیاید اینجا. یکی از روستای پایین کوه که بیان اگه این بذاره، یکی هم از روستای امامه. ما از روستای امامه پایین بودیم که مسیر سخت‌تری بود ولی مسیرش بسیار زیباتر بود و بهتون پیشنهاد می‌کنم حتما این مسیر رو بیاید. آنسی هم که فرنده آبشار می‌وزه و بعدش هم دیگه همین دیگه. بسوزن اونایی که نیومدن و خداحافظ. سید بیاد. خدمت همه رفقا گامبیای زیبا. دو تا عکس هم بگیر.